شعبه معارف ناحیه شهرینو با مقصد عملی نمودن برنامه دولتی رشد ساحه تربیت تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان تدبیرهای زیادی را راه اندازی نموده است. طبق برنامه مذکور امروز در نزد 32 مؤسسه تحصیلات عمومی ناحیه مرکزهای انکشاف کودکان تا مکتبی با فراگیری 1028 نفر کودکان فعالیت نموده ایستاده است که در تیار نمودن کودکان خردسال به مکتب مساعدت می‌نماید. در کودکستان رقم یکی ناحیه شهرینو همگی 130 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. کودکان از روی سن و سال به 5 گروه جدا کرده شده با آنها از روی برنامه رنگین کمان هر روز مشغولیت‌ها و بازی‌های گوناگون گذرانده می‌شود. وابسته با طلبات زمان با سپارش اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان در مؤسسه 2 گروه آموزش زبان روسی تشکیل کرده شده است که در آنها مربیان روس زبان مشغولیت‌ها گذرانده می‌شود. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه شهرینو همه مرکزهای عمل کننده با موادهای تعلیمی، لوازمات و تجهیزات، بازیچه‌های و موادهای دفترداری تامین می‌باشند. در کودکستان ما 150 نفر کودکان تعلیم تربیت می‌گیرند. در کودکستان آموزش زبان روسی، زبان انگلیسی، زبان دولتی براه مانده است. در کودکستان مربیان پرتجربه کار و فعالیت می‌نمایند. ما کوشش می‌نماییم که تربیت گیرندگان را به روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی، خلق آموزی، تعلیم تربیت نموده با والدان علاقه زیچ نموده کار و فعالیت را باز هم بهتر و خوبتر براه مانیم. همچنین در دهه سیلبوری جماعت سبای ناحیه شهرینو با ابتکار صاحبکار محلی یک مرکز تا مکتبی ساخته به استفاده داده شده است که تا 50 نفر کودکان میتوانند در اینجا علم و ادب آموزند. باید گفت که در ناحیه 50 مؤسسه تا مکتبی خوب فعالیت می‌نماید. امروز در این مؤسسه‌های تا مکتبی تمام شرایط‌های ضروری برای استراحت و شغل‌های مفید مهیا بوده. کودکان در اینجا از جهت ذهنی و جسمانی سیخل می‌یابند. گزارش خورشید علیمی و فیروز میرزایف از ناحیه شهرینو برای برنامه اطلاعاتی نوید.